سلام به همه مخاطبین عزیز. این هفته یک خبر خوب داشتیم، اونم این که اوپن ای آی الزام داشتن شماره تلفن رو برای ساخت اکانت حذف کرده و الان فقط با داشتن یک ایمیل میتونید اکانت چت جی پی تی تون رو درست کنید. بریم و با هم دیگه آموزشش رو ببینیم. اولین کاری که میکنیم وارد سایت گوگل میشیم و چت جی پی تی رو سرچ میکنیم. چت جی پی تی. ببینیم که سایت اول صفحه سایت چت جی پی تی هست که مربوط به شرکت اوپن ای آی هست. روش کلیک میکنیم. وارد این صفحه که شدیم روی ساین اپ کلیک میکنیم تا بتونیم اکانت جدید خودمون رو بسازیم. توی این قسمت شما میتونید با استفاده از خود گوگل یا با استفاده از اکانت مایکروسافت یا با استفاده از اکانت اپلتون وارد بشید، ولی خب توی این آموزش ما قصد داریم که یه اکانت خودمون بسازیم و با استفاده از ایمیل این کار رو انجام بدیم که من یه ایمیل مخصوص این آموزش درست کردم به اسم تست کانکت جی پی تی که اینجا وارد میکنم و کانتینیو میزنیم. اینجا از همون پسورد میخواد که پسوردی که وارد میکنیم باید 12 کاراکتر باشه و ترکیبی از حروف اعداد. حالا من از خود پسورد پیشنهادی گوگل استفاده میکنم و کپیش میکنم که داشته باشیم حالا در این قسمت. البته بعد سیوش میتونید بکنید توی خود پسوردهای گوگلتون، ولی خب حالا ما همون پسورد رو انتخاب کردیم و ادامه رو میزنیم. میبینید که پسوردمون هم سیو شد روی اکانتمون. توی این قسمت یه ایمیل برای ما فرستاده که باید بریم ایمیلمون رو تایید کنیم. وارد این باکس ایمیلمون میشیم و میبینیم که یه دونه ایمیل جدید داریم از اوپن ای آی و ایمیل رو تایید میکنیم. خب من این قسمت اسم و فامیل خودم رو وارد میکنم، داریوش طاهری، و تاریخ تولد. توجه کنید که اولی مربوط به ماه هست، مثلا ماه 05، دومی مربوط به روز هست 25 و سوم مربوط به سال 1995 و اگری رو میزنیم و وارد مرحله بعدی میشیم. و به همین سادگی وارد اکانت اصلیمون شد. این چت جی پی تی 3.5 هستش و دیگه الان میتونید به راحتی باهاش چت کنید و سوالاتتون رو بپرسید و ازش کمک بگیرید توی هر زمینه‌ای که دوست داشته باشید. و جدیداً فارسی هم خیلی بهتر از قبل جواب میده و خیلی راحت میتونید باهاش فارسی صحبت کنید. حالا من چند مدل سوالات فارسی هم ازش میپرسم و دیگه آموزش رو به پایان میرسونیم. خب ازش میخوایم که 10 تا ایده در خصوص کسب و کار آنلاین به ما بده. خب ازش میپرسیم 10 ایده برای کسب و کار آنلاین و بعد میتونیم در مورد هر کدوم از ایده ها بیشتر ازش بپرسیم و بخوایم توضیحات بیشتری بهمون بده. خب این حالا شروع کرد به نوشتن ایده ها و از فروش محصولات دستساز و هنری، خدمات آموزشی آنلاین و دیگه همینجور میره تا مورد 10 و بعد میخوایم یه دونش رو برامون بیشتر توضیح بده. مثلا این مورد 5 رو بعدش ازش بپرسیم که بیشتر برامون توضیح بده. و بازم میتونیم ریزتر بشیم، مثلا مورد 5 رو بیشتر توضیح بده که خدمات بازاریابی دیجیتال هستش. خب دوباره شروع میکنه به توضیح دادن و به همین سادگی دیگه شما میتونید از چت جی پی تی استفاده کنید توی حوزه‌های مختلفی از تکنولوژی و برنامه‌نویسی و این چیزا که خیلی عالی جواب میده و حتی آشپزی، ورزشی، پزشکی و همه مواردی که تو ذهنتون باشه در موردش میدونه. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودید. امیدوارم که بتونید به عنوان یک دستیار خوب توی کارهای روزمره از چت جی پی تی استفاده کنید.